ولی یه رگ داره. ببین چجوری میره به این حالت. اگه میخوای آنژیوکت اینجا فکر کن اینو نداری، میخوای به این بزنی، خب چجوری وارد میکنی؟ ببین محل ورودت اینجا قرار بده، یعنی آنژیوکت از اینجا وارد کن، از این ناحیه رگ برو تو، بقیه‌اش چون آزاده. ببین اینو ول کن، الان بزن اینو، از اینجا برو تو، بزن ببینم چیکار می‌کنی. برو تو بکش بشه درست بگیر آنژیوکتو، آنژیوکتو درست بگیر. اینجوری درسته بود از پایین. دستتو بذار پشتش. آها برو پوستو بکش قشنگ، از اونجا وارد شو. احتیاطه اینو داخل رگ خون اومد. آره. خب اینو باز کن. خب یه ذره بکش، از اینجا بکش عقب. ببین اینو بگیر، اینو بگیر، اینو بکش عقب، اینو بکش عقب کلا. آها بس پوستو بکش، حال بده تو. حالا اینو در بیار ببینم خون میاد یا نه. پستو بکش، خون میاد. خب ببند. آفرین تونست بزنه بالاخره. دست تمام.